امروز من بیرون بودم و اینو پیدا کردم. اینو اگه نمیدونین چیه، این یکی از ترش‌ترین آب نبات‌هاییه که در جهان ساخته شده. آره بازش کردم. اینطوریه دونه ای توش. خب بازش میکنیم. کرم داره. اوکی. اینه یه همچین چیزیه. بوی هیچی میده. اینه طوریه. بعد ترشه. این اولش یکم ترشه، خب بعدش اصلا دیگه ترش نیست. کاملا انگار دارم به شکلات انگور میخورم. همین دیگه. و من بهش نه 10 خوبه.